بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب کنسرت آقای داریوش در آمستردام هستیم، با من همراه باشید. آقا مسعود نظر شما چیه در تو برنامه؟ والا نظر من عالیه. یه خسته نباشید میگم به همه بچه‌ها، کسایی که توی این مدت زحمت کشیدن. دم همه‌شون گرم. امشب همه عزیزان رو تو سالن آمستردام رای می‌بینی ملاقات می‌کنیم. بدرود تا دوری دیگه. ظرفیت سالن سولد اوت، یعنی ظرفیت تکمیله. اینم که دقایق دیگر آقای داریوش میان اینجا اجرا دارن. واقعا کنسرت آقای داریوش خوبه، تن آدم سیخ میشه. به جرأت میشه گفت آقای داریوش اسطوره تکرار نشدنیه. خدا رو شکر میکنم که دوره زندگی میکنم که آقای داریوش رو انرژی میدم با انگوشم بشکنم.
بسیار زیبا. زنده باشید. به نظر من هر کسی حداقل یک بار باید کنسرت آقای داریوش شرکت کنه. اصلا یه حال و هوایی داره که نگم براتون. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. مرسی. خدا نگهدار. همه ما داریوش برای ما نوستالژیه، یه چیزی که باش از بچگی بزرگ شدیم تا الان که من خودم مثلا 40 سالمه، فکر کنم 40 سال 40 دوره باش خاطره داشتم و برای من اولین بار بود که توی کنسرتش میخوام بگم که خیلی دوست داریم و تمام اون خاطرات بچگی، نوجوانی، جوانی رو همه برای ما زنده کرد. امیدوارم که خدا حفظش کنه، برای ما بخونه و این لحظه تکرار شه. تشکر کنم. واقعا این صدا چجوریه که از ته قلب آدم میسوزونه میاره بالا. واقعا ازشون متشکریم برای تمام این سالا فعالیتشون و امیدوارم که بعد این 2 سال 3 سال نشه استراحتشون، حتما برگردن. شنیدم که یه خورده کسالت دارید سلطان، امیدوارم که همیشه سلامت باشید. آقای داریوش خیلی دوستتون داریم، به عنوان یه دهه 80 واقعا عالی بود. ممنون که هستید، مرسی که هستید. واقعا عالی بود، یعنی همون چیزی که تو کاست سالها گوش میدادیم الان داریوش اجرا کرد. عالی، به نحو حسن. یادآور خاطرات دوران جوانی ما هستم و همراه دوستامون خیلی خاطر داشتیم. واقعا امشب یکی از بهترین شبای زندگیم بود. عاشقتم داریوش، حرف نداری، بهترینی، دوستت دارم. خب کنسرت آقای داریوش هم تموم شد و اصلا یه احساسیه توی سالن. Thank you.